سلام به همه مردم سربلند مسلمان، عیدتون مبارک باشد. من بهرام غفوری هستم. با شما اول صحت و سلامتی، بعداً عمری دراز، بعداً سربرکتی را در دسترخوان شما، در خاندان شما تمنا دارم. بگذار یگان کسی شما بیماری کسلی را نبینید. صحت و صحتمند باشید. خدا کند که تا ماه شریف رمضان دیگر تا عید دیگر ما و شما را با سری بلند با خوشحالی خداوند تعالی برساند. سربلند باشید. بار دیگر عیدتون مبارک.